گجت جالب به اسم راکت بوک باهاتون صحبت کنم. اول از همه این دفترچه قابل استفاده مجدد بعد این خودکار مخصوص پیلوت فریکشن برای نوشتن و پاک کردن و در آخر حوله میکروفایبر برای پاک کردن صفحات. خب حالا بریم ببینیم اینا چطوری کار میکنن. این دفترچه هوشمند ترکیبی از نوشتن سنتی و تکنولوژی دیجیتاله که میتونه تجربه یادداشت برداریاتون رو متحول کنه. راکت بوک یه دفترچه قابل استفاده مجدده که با خودکارهای مخصوص پایلوت فریکشن کار میکنه. برای استفاده از قابلیت‌های دیجیتال راکت بوک باید اپلیکیشن مخصوصش رو نصب کنید. میتونید به گوگل پلی استور یا اپل استور برید و عبارت راکت بوک رو جستجو کنید. بعد اپلیکیشن رو دانلود و نصب کنید. حالا بیایید درباره خودکار مخصوصی که راکت بوک ازش استفاده میکنه، یعنی پایلوت فریکشن صحبت کنیم. این خودکار یه ویژگی خاص داره. جوهرش به گرما حساسه. یعنی وقتی پاک کنه انتهای خودکار رو روی نوشته ها بکشید، جوهر ناپدید میشه. حتی میتونید با یه پارچه مرطوب کل صفحات دفترچه رو پاک کنید و دوباره استفاده کنید. میتونید بارها و بارها نوشته هاتون رو پاک کنید و صفحات دفترچه رو دوباره استفاده کنید. این خودکار مثل خودکارهای معمولی حس خیلی خوبی بهتون میده و توی رنگ‌های مختلف عرضه میشه. فقط این خودکار جوهرش یه کمی دیرتر از خودکارهای معمولی خشک میشه. مزایای راکت بوک اینه که با استفاده مجدد از صفحات مصرف کاغذ رو کاهش میدید و به حفظ محیط زیست کمک میکنید. یادداشت‌هاتون همیشه مرتب و تو دسترسن. اپلیکیشن راکت بوک قابلیت تشخیص متن داره و میتونه نوشته های دستنویس شما رو به متن قابل جستجو تبدیل کنه. اگه عاشق نوشتن روی کاغذید ولی دوست دارید یادداشت هاتون دیجیتالی هم باشه، راکت بوک میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. این دفترچه هوشمند تجربه نوشتن رو با تکنولوژی ترکیب میکنه و بهتون کمک میکنه یادداشت هاتون رو بهتر سازماندهی کنید. اگه از حرف جدید خوشتون اومد، کانال تک بازی ما رو سابسکرایب کنید تا با گجت های جدید بیشتر آشنا بشین. نظرتون درباره راکت بوک چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویسید.